چطوری به زبان آلمانی آدرس بدیم؟ مستقیم برو. Geh geradeaus. همینطور مستقیم ادامه بده. Gehen Sie immer geradeaus. به چپ بپیچ. Bieg links ab. از فعل abbiegen به معنای پیچیدن. اینجا امری و ایمپراتیو هست. به راست بپیچ. Bieg rechts ab. فعل abbiegen یک فعل ترنبار هست. برای همین وقتی اینجا به صورت ایمپراتیو اومده پیشوند آب میره آخر جمله. بیگ rechts ab. سر اولین خیابون بپیچ به راست. نیم دی erste Straße rechts. سر دومین خیابون بپیچ به چپ. نیم دی zweite Straße links. در چهارراه به راست بپیچ. an der Kreuzung bieg rechts ab. Kreuzung چهارراه. در چراغ قرمز بپیچ به چپ. an der Ampel bieg links ab. Ampel چراغ قرمز. ایستگاه نزدیکه. Die Station ist in der Nähe. خیلی دور نیست. Es ist nicht weit. سمت راستت هست. Es ist auf der rechten Seite. سمت چپت هست. Es ist auf der linken Seite. مستقیم برو تا به کلیسا برسی. Geh geradeaus bis zur Kirche. تقریبا 5 دقیقه پیاده رویه. Es sind ungefähr 5 Minuten zu Fuß. پیجم رو فالو کن و واسه دوستاتم بفرست. Tschüss.